رخصت شما کردیم آقای کاشمی رخصت به یاد حضرت دوست، به یاد حضرت دوست که این جهان به یک اشاره اوست. گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دگری خورد نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. من الان 15 سالمه، خواهر برادرم ندارم. مادرم طلاق گرفته، اردبیل، با یک کسی دیگه ازدواج کرده، 2 تا بچه داره. بعد پدرم پیش منه همینجا، حالش هم یه کمی روانیه. بعد الان 1 سال تنها میشه. خودم دیگه تنهایی چیز میپزم، میخورم، درسام میخورم، خونم دیگه. وضعم خیلی بهتر شده و اون موقع حتی 200 تومن هم نداشتم یه جوراب بخرم. الان الحمدلله 1 سال با بنیاد باشم. اصلا باور نمیکردم. بعد واقعا گفتم این کار خداست، خدا منو دوست داره، اینطوری نمیخواسته من اینطور فقیر بمونم، خدا کمکم کرد. نمیشه آدم بگه. چرا نمیشه؟ واقعا اگه اونو نبودن چی بگم؟ من نمیتونستم درس بخونم. زندگی روزمرم والا تابستونا خودمون کشاورزی میکنیم و اینا، ولی الان محتاج همین حقوقی هستیم که برام میفرستن. واقعا خیلی متشکریم، دستشون درد نکنه. اگه اون نبود دیگه نمیدونستیم چه کار کنیم. لطف خدای اونا برامون میفرستن. همون با اون زندگیمونو میگذرونیم. من فکر کنم اونایی که کمک میکنن واقعا خودشون معنی محبت رو درک کردن. یعنی خودشون میفهمن که مثلا درس خوندن چه مشکلاتی داره، خودشون که درس خوندن امکانات چجوری بوده، حالا اینا که امکانات ندارن چجوری مثلا درس میخونن. بالاخره همه اینا رو درک کردن، فهمیدن، خب حس وطن دوستی دارن، به خاطر وطنشون میهنشون کاری انجام میدن. شما واقعا یه آدم خوبی هستین که به فکر دیگران هستین، به فکر آدمای دیگر هم هستین که وضع خوبی ندارن، شما بهشون کمک میکنید. من خیلی برام مفید بوده، یعنی از خیلی لحاظا با اون عقیده من کارشون جور در میاد. خیلی کمک ها هستن تو ایران، چون ایران به نظر من کشوریه که توش پر از مهر و محبت، لااقل خیلی بیشتر از جای دیگه، شاید خیلی کمتر شده باشه، اما یه تاثیر خیلی مهمی که تو افکارم داشته
این بود که من یه طرز تفکر خیلی غلط داشتم. فکر میکردم تو این عصر امروز که شاید اسمشو گذاشتن عصر پیشرفت، هم صنعتی شدن و روز به روز فکر میکنن اگر جنبه آدمی بودن خودشونو کنار بذارن و بیشتر ماشینی بشن خیلی پیشرفت میکنن. من اینطوری فکر میکردم که دیگه هیچ جای دنیا دیگه کسی نیست که به دلش فکر بکنه، دلش همیشه توی روزمرگی گیر افتادن. ولی خب این باعث شد که خیلی برام جالب بود که خارج از کشور ایران، حالا هرچند هموطنمون باشم ولی بازم خارج از این محیط ایران که این چیزا اهمیت داره زندگی بکنه و بعد این چیزا بازم واسش اهمیت داشته باشه. واقعا طرز تفکرم تصحیح شده. این بزرگترین، حالا بگذاریم از اون کمک‌های مالی که شده، بزرگترین کمکی بوده که من شده. نظرمون نسبت به آدم رو عوض کرد. داشتم که همیشه یه کار خوبی داشته باشم که بتونم یه قسمتی از حقوقو چیز کنم واسه کمک به کسایی که توی مرحله منن و دوست دارم بالاخره پیشرفت کنم. من آرزو میکنم یه روزی بتونم جز کسایی باشم که به دیگران کمک میکنن. واقعا یه آرزوی بزرگمه. چه کسایی دوست داری کنم؟ به یکی مثل خودم. مثلا درس خونه و نظر مالی مشکل داره و اگه مشکل مایش رفت بشه بهتر بتونه برسه.